با اطلاع دریافتی ظفرجان سمی مسئول تالار وی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی رئیس نوع اسماعیل سامانی پایتخت در یک زنوزنی زخمی شده است. منابع رادیوی آزادی روز 15 نوامبر گفتند او به سرش 3 ضربه کورد خورده. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر منصبدار بلندپایه کشور را تحقیق میکند. حادثه شب 11 نوامبر روی داده است ولی تفصیلاتش نو در دست رادیوی آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان سمی 24 ساله در طربخانه در محله 112 نویه سینای دوشنبه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که باید به کی سر زده است. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نوامبر گفت این یک اوباشی است و نسبت به آن پرونده جنایتی باز شده است. این حادثه امکان دارد نسبت بر شهروند شود. گمانبران معین هستند و دسترس می شوند. این حادثه ناگهانی است، به وظیفه پدر و پسر دخل ندارد. پرونده جنایی باز شده است، تفتیش ادامه دارد، گفت او. مقامات به سبب خلل نرسانیدن به تفتیشات نام گمانبران را نگفتند ولی منابع رادیوی آزادی میگویند طرف دیگر جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبداران هست. شریف سمی پدر ظفرجان حادثه ضرب خوردن پسرش را در یک مناقشه تصدیق و رد نکرد و 15 نوامبر در پاسخ کوتاه به سوال رادیوی آزادی گفت یگان گپ نیست، همه تنج است. وزارت کارهای داخلی چیزی گوید همان من در کار هستم. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. 3 همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزها به کار نمیآید. شریف سمی این را شرح نداد. صادر شدن جنایت با اشتراک فرزندان منصبداران در تاجیکستان زود ثبت می شود، اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمی شود. نام دلاور گلوف پسر گل شیرالی وزیر پیشین انرژتیک و قدوی پرزیدنت سال 2017 و 2021 برای شرکت در مناقشه در دوشنبه رسانه‌ای گردیده بود. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید در اکثر اول فرزندان منصبداران با جریمه و جوابگری ماموری رها میشوند. نسبت به آنها جزای شرطی مقرر میکنند یا تماما جزا نمیدهند. این از نبودن شفافیت و بی‌عدالتی در مقامات حفظ حقوق و قدرتی به خصوص نبودن عدالت سودی گواهی میدهد. بدون شک مناسبت‌های کروپسیونی دخالت منصبدار وابسته به مقام سبب میشوند که در نتیجه فرزندان منصبداران بدون جوابگری میمونند، گفت او. شریف سمی یک چهره کلیدی در حکومت تاجیکستان است و در گذشته در منصب‌های مهمی به مثل رئیس شرکت برق تاجیک و رئیس شهر قرغان تپه کار کرده است.